نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله رب العزت در این دو تا سوره زیبا و سوره مبارکه که آخری سوره های قرآن در ترتیب مصحف عثمانی و به همان صورتی که سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه و گروهی که تعیین بودند که قرآن مرتب کنند سوره ها را و صحابه کرام بودند و قرآن شناس بودند، ماهر بودند و اونها خودشون دیدن نزول قرآن را مشاهده کردند. لہذا به همان صورتی که این سوره ها را ترتیب دادن مناسبت را در نظر گرفتن و لہذا اینجا این سوره ها در پایان آخر قرآن عظیم الشان و در این سوره ها الله تعالی به ما تعلیم داده است پناهندگی را که چگونه به الله تعالی پناه بگیرید و تعلیمی که الله تعالی به وسیله این دو تا سوره به ما داده است و در آیات دیگر هم جاهای مختلف همین مطلب موجود. اینه که ما نیاز داریم به رب العالمین، مستقل نیستیم، بی نیاز نیستیم، نیازمندیم و محتاجیم برای پناهندگی. هم نیازمندیم به استعانت از الله تعالی، یعنی هیچ چیزی را بدون کمک و مدد الله تعالی ما نمیتوانیم که استفاده بکنیم، انجام بدیم. روی همین آغاز قرآن با استعانت بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی استعانت میجویم به پروردگار و انتهای قرآن هم به پناهندگی هست. قل اعوذ برب الفلق، یعنی پناه میجویم به پروردگار. معلومه که ما نیازمندیم، محتاجیم، هم برای استعانت و استمداد از الله محتاجیم و به کمک نام پروردگار نیاز داریم و هم نیاز داریم به پناهندگی به الله تعالی.
وابسته پروردگاریم ما و وابستگی داریم، مستقل نیستیم، ناتوانیم، نیازمند و محتاجیم. و لحظه اینجا به ما الله تعالی تعلیم داده است پناهندگی را، همچنان که در ابتدای قرآن و شروع قرآن که با بسم الله الرحمن الرحیم استعانت الله تعالی به ما تعلیم داده. و قرآن جاهای دیگه هم آیات داره در این همین رابطه که و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر ضرری به شما برخورد کنه بغیر از الله کسی نمیتونه ضرر را برطرف کنه. ضررها را ما خودمون از خودمان نمیتونیم دفع بکنیم و ضررها را با کمک الله تعالی، استمداد پروردگار و استعانت الله تعالی ما میتونیم ضررها را دور کنیم و دفع کنیم از خودمون. توجه داشته باشیم که دشمنهایی که هم ما داریم مختلفن. ما موجودیم که انواع دشمنها را داریم، یک دشمن و دوتا نیستن. این دشمن شروع میشه از نفس، اول از درون ما، که سرسخترین دشمن ما در خود ما موجوده که اون نفس اماره به سوء، نفسی که به گناه وادار میکنه، نفس طغیانگر و متعدی و سرکشی. و از این گرفته تا شیطان این دشمن مخفیه که ما او را نمیبینیم، از چشم ما مخفیش. انه یراک هو و قبیله من حیث لا ترونه. شیطان و قبیله شیطان، قوم شیطان و جماعت شیطان شما را میبینی از آنجایی که شما نمیبینی. لحظه دشمن دیگر شیطانه و قبیله شیطانه و جماعت شیطانه. دشمنای دیگر هم شیاطین انسانیه که شیاطین جنی از آنجا خطرناکن که دیده نمیشن. ما نمیتونیم با مقابله کنیم، با شمشیر بزنیم، با تفنگ بزنیم، کارزار بکنیم که دیده نمیشه. میخواه کرا بزنیم. ولی شیاطین انسی و انسانها که دشمنان، اینها دیده میشن و لحاظا اینها را مقابله شرعانه که به هر حال اگر تجاوز کنن، تعدی کنن، با جهاد را الله فرض گردانیده و لازم قرار داده است که دشمن متجاوز و دشمن ظالم که بر ما حمله می آورد، علاوه از این که به الله پناه می گیریم، با شمشیر و با سلاح و دفاع می کنیم از خودمون، شر اونها را دفع می کنیم. همه اینها دشمنان و لحظه اینجا الله تعالی پناهندگی را نازل کرده که شما چگونه پناهندگی به الله تعالی بگیرید. از اول قرآن تا اینجا الله تعالی دین بیان کردن، یہ آخری دین ہدایت هست، رهنمایی الله تعالی و این نعمت قرآن، نعمت اسلام، نعمت بسیار عظیم و بزرگی است و کسی که دارای این نعمت هست او دارای دشمن هست. هر کسی نعمتی داشته باشه به قدر نعمت دشمن داره. صاحبان ثروت مالدار دشمن دارن، صاحبان حکومت و قدرت دشمن دارن، همینطور صاحبان دین که بالاترین نعمت دشمن دارن. و دشمنان ما مسلمان اهل کتاب، متاسفانه اهل کتابین، اهل کتاب با ما دشمنی دارن و خود قرآن دشمنی اینها را تذکره کرده است. و مشرکین غیر مسلمانان بسیاری، البته همه غیر مسلمانان بسیاری هست دشمنی داره ولی کاری نداره، اما بعضی هست که نه آرام نمی نشیدن، لشکر کشی می کنند، حمله می کنند و نقصان می رسانند، ضربه می زنند، می خوان دین از بین ببرند. دشمن دینن، دشمن خدا
و لحظه وقتی ما دارای دشمنی این جادو میکنند، سحر میکنند، لحظه این سوره های معوذته برای پناهندگی به الله تعالی است که ما پناه بگیریم به الله از شر دشمنان و از شر همه آنچه که نقصان میرسانند و ضرر میرسانند. در رابطه با شأن نزول این سوره ها هم احادیث مختلف آمده است. روایت مسند آمد هست که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را جادو کرده و آن حضرت فشار بران حضرت وارد کرده از طریق جادو و روزی آن حضرت فرمودند که جبرائیل امین آمده به من خبر داده است، اطلاع داده که شما را جادو کرده و این پریشانی فشار جادویه و من راهنمایی کرده که جادوی شما کجا هست و علاجش را هم گفته. و روایت بخاری مفصل تر از اینه. روایت بخاری اینه که حضرت صدیقه عایشه رضی اللہ تعالی عنها روایت میکنه که حضرت پریشان بود و گاهی چیزی را که انجام نداده بود خیال کرد من انجام داده و روزی از خواب بلند شد و گفت که عایشه الله تعالی مشکل من حل کرد و گفتن چطور؟ گفتن که من خواب بودم و دو شخص آمد در خواب من، یکی بالا سر من نشست، یکی قسمتای پای من نشست. یکی از دیگری سوال کرد که این پریشانی این شخص چیه؟ صاحب شما چرا نگه پریشانه؟ و دیگری جواب داد که جادو کردن. وہ که جادو کرده؟ گل لبید بن عاصم جادو کرده و روایت دختران لبید بن عاصم. و بعد فرمودن که در همین خواب که کجای چگونه جادو کردن؟ گفت که به یک نخ گره زدن، موهای مبارکه در همین ترکیب بکار بردن و دندانه های شانه آن حضرت را هم بکار بردن و این را در یک شکوفه و طلیعه درخت خرما که تازه خوشش بیرون می آید در همون پوشش خرما گذاشتن و این را در چای زروان زیر سنگ قرار دادن. چای زروان گفت در خواب من نشان دادن و علاج هم گفتند که علاجش همینه و علاجش چیه که گریه ها را باز بکنه، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخونه و هر گریه را که باز میکنه یک آیه 11 آیت نازل شد. 11 گریه در نخ داده بودند و آن حضرت صلی الله علیه وسلم را جادو کرده و مشکلشون حل خواهد شد. و بعض بزرگان فرمودند که سر مبارک آن حضرت را از موم درست کرده بودند و به سر مبارک سوزن زدند و این ترکیب جادویشون با این صورت بوده. آن حضرت صلی الله علیه وسلم جمعی را صحابه تعداد را برداشتن و رفتن چای زروان و کسی را پایین فرستادن زیر سنگ. این جادو را برداشت. فرمودم من وقتی بر سر چاه آمدم این درخت ها را که اینجا بود من به صورت جن دیدم این درخت ها را و توجیهش اینه که آن حضرت با این جادو نزدیک میشه، آدم که با جادوش نزدیک میشه تاثیرش بیشتر میشه، بیشتر اثر میکنه و بیشتر بر انسان فشار میآید. هرچه فاصلهش بیشتر باشه اثراتش کمتره ولی وقتی نزدیک باشه اثرش. اینجا که آمدن فرموده درختها را چنان مشاهده کردن که اینها جن و بالاخره بعد اینه که بیرون آوردن، این ترکیب اینا را به هم زدن و نخا سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب معوذتین خواندن و بر هر آیه یک گریه را باز کرد و لحظه وقتی گریه همه باز شدن آن حضرت به حالت اول برگشت و گفت که من سالم شدم
جادو باطل شد و لحاظا این متاسفانه یهودی ها بودن که از روی حسادت جادو کردن، دشمنی جادو کردن. این لبید بن اسد مسلمان بود ولی منافق بود، ظاهر مسلمان بود در باطن یهودی بود. و منافقین اکثر مدینه همچنان بودن، اکثر منافقین اهل کتاب بودن. در مشرکین هم، از مشرکین هم یک منافق بود و می آمدن می گفتن مسلمانان صف نماز می ایستادن ولی در دلشون ایمان نداشتن و نماز به سستی ادا می کردن و خدا را خیلی کم ذکر می کردن، نام خدا را کم می گرفتن، بدون تسبیح و بدون ذکر رکوع سجده می کردن و گاهی اگر کلمه هم می گفتن برای که مردم بفریبن. و یهودی ها یکی از شیوه های یهود جادو کردنه و اینها جادوگران مقصودا آخونده های اینا جادوگران، جادوگر قهاران و جادو می کرده، اینا سحر می کرده و انبیاء را هم متاسفانه بهترین سنه را اینا قتل کردن، انبیاء را قتل کردن، خونهای پاک که بعضی انبیاء را ریختن و کسانی که امر می کردن اینها را به عدالت و انصاف اونها را هم به قتل می رسند و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. اینها متاسفانه یهود بودن و خدا نکنه که مسلمانان گرفتار شیوه یهود بشن و لحاظا به سحر رجوع کنم، به جادو رجوع کنم و انسانهای خوب به قتل برسونم. و امروز بعضی متاسفانه در مسلمانان همون شیوه ها و رفتار یهود و نصارا در مسلمانان رخنه کرده و در مسلمانان یافته میشه. بعضی از مسلمانان اینها زنهای صحابه را شکمبند کردن وقتی که آمدن که اینها فرزند نیارن، متولد نکنن. ولی اولی فرزندی که بعد از هجرت متولد شد عبدالله بن زبیر بود و صحابه بسیار خوشحال شدن که اولی مولود آوردن خدمت آن حضرت و آن حضرت تهنیک کردن او را و به دامان خود گذاشتن و خوشحال شدن که این سحر و جادو اثر نکرده است. جادو همه جا اثر نمی کنه ولی مگر الله تعالی بخواد به اذن الله اثر می کنه و اگر الله نخواهد هر انداز جادوگر جادو بکنه جادوش تاثیر گذار نمیشه. همه چیز در دنیا به اذن الله است و همه روی یک سری حکمت های موجوده. کسانی که به گمراهی می روند الله تعالی اونها را به همون گمراهیشون ادامه میده. این حکمت الله است. کسانی که هدایت میشن به سوی هدایت میره الله به سمت هدایت اونها رو تقویت میکنه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. الله فرموده اگر جادوگر جادوش اثر نکنه چرا جادو بکنه؟ ولی وقتی کسی راه بدی را انتخاب میکنه الله به راه بد او را ادامه میده، میبره و یک جای او را میزنه و تارمار میکنه. و جادو بسیاری از جادوها کفر و جادوگر بسیاری از ایمان خارج میشه و بسیار گناه خطرناک است. امروز متاسفانه بسیار شیوع پیدا کرده و علاجش این دو تا سوره. مردم سرگردان هم بسیاری در رابطه مسئله جادو و تکثیر برای مردم، کوتاهی مال مردم. الله تعالی این دو تا سوره را نازل کرده برای همین که ما پناه بجوییم به الله از جادو. اگر ما این دو تا سوره را به کثرت بخونیم و به همون ترکیبی و ترتیبی که در حدیث آمده است که اگر یادم نره پایان من عرض میکنم خدمت شما، الله تعالی از جادو حفاظت میکنه برای که جادو اثر نکنه و اگر جادوی هم اثر بکنه لحظه انشاءالله با خواندن این دو تا سوره به ترکیب که عرض میکنم خدمت شما انشاءالله کم کم آثارش
شستشو میشه و برطرف میشه و جادو باطل میشه. ولی اگر جادو باطل نشه معنی که ما کوتاهی کردیم، ما تقصیری از ما هست، ما خوب انجام ندادیم و نخواندیم و مرتب نخواندیم این سوره ها را، برای این خاطر جادو باطل نشد. این دوتا سوره دوتا پناهندگی عرض کنم که بعض بزرگان فرموده این دوتا پناهندگی اول از آفات دنیوی هست و مضرات دنیای و مشکلات دنیای، جادوی و سحر که برای دنیای انسان انجام میده و به دنیا ضربه وارد میکنه. و پناهندگی دوم که سوره و الناس پناهندگی معنوی و پناهندگی دینی هست. از مضراتی که ضرر میرسانند به دین انسان، پناهندگی به الله هست که از شر اونها پناه بده و نجات بده. و لہذا اللہ تعالی این سوره را آغاز کرده با پناهندگی اول را با قل اعوذ برب الفلق. شما بفرما که پناه می جویم من به رب فلق، به رب صبح، به رب صبح پناه می جویم. توجه داشته باشید که اینجا اعوذ این مستعیذ پناهگیرنده حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که این آیه بران حضرت نازل شده و تا قیامت هر کسی که این سوره را بخونه او پناهگیرنده میشه و مستعیذ میشه و استعاذت جوینده. اینجا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و تا قیامت هر کسی قرآن تلاوت کنه. و رب الفلق این مستعاذ به، یعنی او کسی که به او پناهندگی حاصل شده ذات یگانه است. پناه می جویم به که؟ به رب صبح، به پروردگار. یعنی اینجا معنی اینه که هر انسان باید، هر مسلمان به الله پناه بجوید. از اولی مسلمان گرفته که حضرت رسول نیازمند بودند، آن حضرت احتیاج داشتن به پناهندگی به الله تعالی. در حدیث آمده است که قبل از نزول این سوره ها آن حضرت دعاهای پناهندگی مختلف می‌خواندند و وقتی که این سوره نازل شده او دعاها را ترک دادند، چون او دعاها ساخته خود آن حضرت بود و این مال رب العالمین و این پناهندگی جامعه، شامل، کامل و وسیع و فراگیر. و لہذا هر مسلمان و انسان نیاز به پناهندگی داره. از حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرفته که آقای ما و بهترین ما و بهترین فرزند حضرت آدم تا آخری انسان همه نیازمند به پناهندگی هست، هیچ کسی بی نیاز نیست. آن حضرت هم تا این پناهندگی را نخواندن از جادو خوب نشده. 6 ماه جادو، ایک روایت هست که ادامه داشت، ولی به رسالت آن حضرت ضربه وارد نشد و آن حضرت پیامهای الله را و رسالت را می رسوندن، ولی احساس فشاری می کرد. این فشار گاهی سر آدم یک فشاری هست ولی آدم می توانه کارش را بکنه، مشکل، ولی فشار جادوی برای او شده، فشار موجوده. و در جادو این نکته را بدونه کسانی که جادو میکنن متوسل میشن به جنات، متوسل میشن به شیاطین و که شما این کار انجام بدید و پناهندگی به اونها استمداد میکنن و شیطان وقت جادو اثر بکنه وارد صحنه میشود و اکثر جادو چنان و توی جادو ایشان استمداد میکنن و از روی استمداد از ایمان خارج میشن. شیاطین بعد شیاطین بزرگ ماموریت میدن شیاطین کوچکا در این
که این جادو ماموریت میده که این کار شمایه و اگر شما این انجام ندادید خودشون میزنن، تنبیهشون میکنن، بکشند اونها را و لحاظا اونها خیلی میچسبند و سخت میچسبند و الکل نمیشن. قل اعوذ برب الفلق اینجا پناه گیرنده آن حضرت و تا قیامت هر مؤمنه و رب بالفلق مستعاذ به، یعنی ذاتی که به او پناه خواسته شده پروردگاره. و توجه داشته باشید که الله تعالی اسامیشون 99 تا نام برای الله هست و الله فقط نام ذات پروردگاره، بقیه همه نامهای پروردگار مبارکان نیکان، نامهای نیک پروردگار هستند و با هر نامی کسی پناه بجوید درسته. ولی اینجا لفظ رب آورده و رب یکی از صفات الله هست و نامهای پروردگاره. همین که ما میگیم رب العالمین میگیم، پروردگار میگیم، رب میگیم و مناسبت آنی که اینجا از این نامها رب را الله آورده، حکمت آنه که الله تعالی مربی ما هستند. این صفت میگه، این نام میگه الله مربی همه ما هستند، پرورش دهنده ما هستند. و هر مربی که مادر مربیه، پدر موردیه، معلم مربیه، استاد مربیه، تلاش داره که مربوبش را اون چیزی که اون موجودات انسانهایی که اونها را تربیت میکنه یا هر چیزی دیگه باشه سعی میکنه که اونها را از مضرات نجات بده، دور نگه داره. مادران همیشه مواظب بچه تو آتش نیفته، بچه خود را توی چای نیندازه، بچه یه وقتی چیزی با یک چیزی خود را ضربه نزنه، کسی به این بچه ضربه نزنه. و لحظه اینجا رب گفته شده خب تا تحریک بشه رحمت الهی، چون رب، چون مربیه و کار مربی همینه که مربوبش را اون چی که تحت تربیت داری او را حفاظت کنه، او را نجات بده از دشمنان است. لحظه برای همین خاطر این رب آوردن تا رحمت پروردگار را تحریک بکنن که پناه بده و انسانها را، بندگانش را حفاظت بکنه. توجه داشته باشید همه دعاهای قرآن بر رب شروع، اکثرا همینطور. ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا. و حکمت هم همینه که اینجا استغاثه و استعاذه و پناه جستن به رب العالمین. شما در دعایتون هم لفظ رب بکار ببرید. پروردگار معنای رب از لحاظ فارسی، ولی خود رب تأثیرش بیشتر از پروردگاره، چرا که پروردگار ممکنه معنای کامل رب نده و رب این به زبان عربیه و این فصیح‌ترین زبان دنیا که کلماتش خیلی جامع و شامل عربی هست و این زبانی که زبان قرآنه، بهتری به همون چیزی که خود الله به کار برده در دعاهای ابتدا لفظ رب، یا رب، یا رب العالمین در دعا، ای رب. ما در دعاهای من کار ببندیم، این بهترین چیزیه. فلک اینجا فرمودن فلک صبح و سفینه صبح هست که می شکافه، اصل فالک و همون شکافنده هست و فلک شکافتنه که سفیده بام و صبح می شکافه تاریکی شب را و ظاهر میشه. و وقتی که سفیده صبح می آید شب، تاریکی شب از آنجا برطرف میشه و اشاره به آن هست که شفا و سلامتی روشناییه و مریضی تاریکیه. همانطور که سفیده صبح تاریکی شب را برطرف میکنه و روشنایی می آید، مژده هست روشنایی، همانطور
تو تاریکی ها را از سر ما برطرف کن، آثار جادو، آثار نظر بد و همه گناه ها را مصیبت را از سر ما بردار و برای ما روشنایی بیاور. معلوم میشه که چنان تعبیر در دعاها صحیح. ای اللہ دعا بکنه اللہ برای ما روشنی بیاور، تاریکی مریضی را، تاریکی مصیبت را بردار و روشنایی بیاور. این نوع دعا، این بھی صورت دعا کردن صحیح. قل اعوذ برب الفلق، پناہ می جویم برب الصبح از شر ما خلق، از شر آنچه که اللہ تعالی خلق کرده. این از شر ما خلق این مستعاذ منهویه، یعنی اون چی که از او پناه جسته شده، به الله پناهنده شده ایم. از چه چیزی پناهنده شدید؟ پناهندگی از چه چیزی بوده؟ از شر تمام موجودی که الله خلق کرده. همه موجودات که الله خلق کرده، شر از اون موجودات ما را حفاظت کنه کرده. بسیار دعای جامع، دعای فراگیر، دعای شامل. ما خلق همه مخلوقات شامله که در اونها شر وجود داره و از اونها شما پناه خواستی. این عامه، این شامل اغا شر جن و شر انسان و شر مریضی و شر جادو و هر چی که شما تصور کنید، هر شر و ضرر در شر ما خلق داخله و از اون پناهندگی به الله حاصل شده است. این عامه و شامل و وسیع. شما که این سوره را بخوانید یعنی شر نگذاشتید و مخلوقی که در آن شر شما نگذاشتید مگر شر او به الله پناه خواستید. دیگه این دعا همینی که نیاز به دیگه دعا نیست، دیگه پناهندگی نیست. وقتی که ما قل اعوذ برب الفلق بخونیم، قرآن بخونیم و قل اعوذ برب الناس بخونیم، این تعمیمه. و بعد سه تا تخصیص داره، سه تا ویژه داره. اول عامه، بعد سه تا تخصیص که مناسبت با شأن نزول دارن، مناسبت با همین جادو دارن و سحر دارن. و این روند قرآنه که اول ایک چیز عام میاره، بعد پشت سر خاص میاره. و اقرأ بسم ربک الذی خلق، اینجا خلق بگو بنا، بخوان به نام استعانت نام پروردگاری که خلق کرده. چه چیز را؟ همه چیز خلق کرده است. و بعد میگه خلق الانسان من، بعد بویژه انسان از علق خلق کرده است. این روند قرآن همینه. و هر کسی از قرآن تأثیر بکنه در خطابات هم باید عام باشه، اول در سخنرانی ها و خطبه ها و بعد خاص. اول عام و بعد خاص باشه. بعض اول خاص بعد عام. نه، بهترین ترتیب اینه که اول عام باشه بعد خاص باشه. اینجا اولی پناهندگی عامه و بعد تخصیص بعد تعمیم. و من شر غاسق اذا وقب، از شر شب اذا وقب، وقتی که شب تاریک میشه. این هم مستعاذ منه بویژه و بخصوص پناه میجویم از شر شب وقتی که فراگیر بشه شب، یعنی تاریک میشه و تاریکی بگیره. این وقتی که دشمن ظهور میکنه، اغا مار بیرون میاد، گنجدم بیرون میآید، حشرات بیرون میاد. حدیث شریفی که همین وقت جنها هم خروج میکنن و یه حجمه دارن. فرمودی وقت بچه ها را اول وقت که شب داخل میشه توی خانه ها ببرید و ضرری به اینها برخورد نکنه. معلوم میشه که توی همین اول حمله هست. و تروریسم هم همین وقت از تاریک شب استفاده میکنه. دزد، رهزن، دشمنی که دنبال شما هستن میگرده، شب که بزنه و بره کسی او را نبینه. روز میبینم ولی شب هیچ کسی نمیبینه. لحاظ از شر شب وقته. و اینجا اشاره بیانه که این جادو در شب شده بوده احتمالا. و
اگر لبید بن اعصم جادو کرده یا دختران لبید که از بعض روایت مستفاده، لہذا اینها در شب جادو کردن و اندازه آنه که جادو در شب بیشتر اثر میکنه تا روز و لہذا هم جادوگر میخواد مخفی بشه کسی او را نبینه و هم شاید تاثیر جادو از لحاظ وقت هم بعضی چیزی که اثر دارن و لحاظ این چیز منفی، جادو منفیه و در شب که تاریکه شاید اثرش بیشتر باشه. برای همین خاطر نام شب را الله برده است. من شر غاسق اذا وقب، شب وقتی که فرا بگیره. شب دردها ظهور میکنن. بیمارستان برید بیشترین نالها در شب. قدرت خدا از شب دردها ظهور میکنن و مریض منتظری که کی بام بده، کی مؤذن اذان بده و وقتی که اذان داده میشه صبح دردها هم مریض همین وقت خواب میره، در وقت صبح خواب میره، روز بیشتر خواب میره و شب خواب نداره، آرام نداره. لحظه از شر شب اینجا پناه خواسته شده. وقت شب تاریک میشه، معلوم میشه که شب شر داره و هر چیز خیرم داره شرم داره. توی روزم خیرم از شر، ولی خیر روز بیشتره و شر در روز کمتره نسبت به شب و شر در شب بیشتر هست. و من شر نفاسات، و شب هم خیرش فراوانه، استراحت، عبادت، خیلی چیز هست، اما شر هم توش هست. و من شر نفاسات، و از شر این نفاسات او زنانی که گره میزنن در فف میکنن، در گره یعنی جادو میکنن، گره میزنن و فف میکنن در گره ها. از این معلوم میشه که بیشترین جادوگران زن تا مرد جادوگران فراوانه، ولی زنها بیشتر جادو میکنن. زنها بیشتر با جادو ارتباط دارن و لحاظا اینجا نفاسات آورد. نفاسات صفت زنانه و بعضی گفتن اینجا صفت نفوسه. من شر نفوس نفاسات، نفوس که باشه شامل مرد و زن میشه. لحاظا از زنان و مردانی که دم کننده در گره و جادو میکنه از شر اونها، این تخصیص دومه. ببیجه پناه میجوییم از شر این دم کنندگان در گره، چون مناسبت هم اینجا این سوره نازل شدن در رابطه با جادو و در جادو به گره ها دم میکنن و جادو میکنن. اینجا هم به گره ها دم کرده بودن. اینا هم مستعاذ من هو اما قاسق اذا وقع، شر النفاسات فی العقاد و من شر حاسد اذا حسد. این سومی تخصیص بعد التعمیم. و از شر حاسد، کینه باز و کینه ور، اذا حسد، وقتی که حسدش را عملی بکنه و اجرایی بکنه و بخواهد که حسدش را اجرا بکنه، پناه جستشو داشت. توجه داشته باشید که از شر حاسد اینجا مطلق پناه جسته نشده. حاسد او کسی که حسد میکنه و تمنا میکنه زوال نعمت دیگران و نعمت دینی باشه یا دنیوی باشه، نعمت را نمیتونه ببینه، مردم با نعمت نمیتونه تحمل بکنه، حسد داره. حسد برخواسته هم از تکبره و لحاظا تکبر، متکبر نمیخواهد کسی دیگر را ببینه، در ناز و نعمت ببینه، در جاه و مقام ببینه، تحمل نمیتونه بکنه دیگران را و لحاظا کینه میکنه. ولی کینه باز تا زمانی که کینه اش را اجرایی نکرده مشکل نیست، اما کینه اش را وقتی بخواد عملی بکنه، وارد صحنه بشه، بخواد جادو بکنه، بخواد سحر بکنه، بخواد طرف بزنه، بخواد به مال و جانش ضربه وارد بکنه، از او پناه باید خواسته بشه. و اگر او کینه اش را کنترل بکنه خودش ضرر میبینه. کینه انسان میخوره و نابود میکنه انسان ها، ولی به طرف ضرر نداره. برای خود کینه‌ور و کینه توز ضرر داره. به هر حال بدترین چیز کینه. من شر حاسد اذا حسد.
و شیطان هم حسد کرد و هم تکبر کرد. وقتی که آدم الله تعالی خلافت داد و جانشین خود قرار داد روی زمین، شیطان ناراض شد و گفت سجده کنم فرشتگان، حسد کرد و او گفت که شایسته تر برای خلافت منم، چون که آتش پیدا شده بهترم از آدم و بهتر نباید اون چیزی که پایین تری او را سجده بکنه. انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته از گل آدم آفریدی، کینه کرد با آدم و لحاظا سر به تکبر زد و نافرمانی کرد الله را، رانده درگاه الله شد و برای همیشه مردود شد، رو به رو با الله مقابله کرد و الله او را برای همیشه لعنت کرد. تکبر خطرناک، حسد خطرناک، از حسد باید میگم. ولی کسی که کینه کرد توی دنیا ابلیس بود و ابلیس بعضی میگن در آسمان ها در بالا کینه کرد و در پایین فرزند حضرت آدم قابیل حسد برد بر حابیل و حابیل به قتل رسید و لحاظا تا قیامت هرچه قتل انجام میگیره یک گناهش از این قتل میره روی پرونده قابیل. الله نجات بده، چون اول کسی که قتل را انداخت و قتل کسی نمیدانست چیه و بعد شیطان که برای همیشه مردود و رانده درگاه الله تا قیامت هست و لحاظا از حسد فرار کنی، از کینه، از تکبر، از خودخواهی، از منیت، من این خطرناک. خودبینی خطرناکه که آدم خودش را ببینه و دیگران را نبینه، خدا را نبینه که به هر کسی میخواد هرچه بده. ذلیلی را که افتاده زمین پادشاه میکنه و پادشاه را میکشه پایین میاد و تنزع الملک من تعز من تشاء و تعزل من تشاء تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. این کار الله ہے. یک گرسنه را ثروت میده، بی سوادن اینجا الله به اون ثروت داده، استاد دانشگاه پروفسور اقتصاد داره، دکترا اقتصاد، برای نانش محتاج و لحاظا این خدا است. به اون بی سواد پول میده، به اونی که سواد داره، اونی که عقل هم نداره پول میده، اونی که عقل داره دستش خالیه و محتاج و نیازمند و این دست پروردگاره. هر کسی که حسد بکنه یعنی این که او در مقابل پروردگار ایستاده و تصرفاتی که الله میکنه در قلب بین بندگان او ناراضه. تقسیم خدا ناراضه، نه تقسیم پروردگاران. به هر کسی الله یک چیزی میده، هیچ کسی را کلا محروم نمیکنه. یکی را عقل میده، یکی را مال میده، یکی را سواد میده محتاج، یکی را سواد نداده ثروت و دنیا میده. البته همه ثروتمندان معنی نہیں که عقل کمی دارن، بسیاری ثروتمندان عقل داده و ثروت داده، ولی اینطور هم هست که الله تعالی ثروت داده عقل نداده، اینطوری هم فراوانه. ولی به یک عزیزی را من گفتن که من اگر اندازه هم درست باشه ثروت، من گفتم شما هیچ زحمتی برای مال نکشیدید، مال خدا به شما داده. من گفتم تو درست گفتی، همین طوره، این مال الله برای من آورده، من گفتم مال این مال نرفتم، من توی دفترم نشسته، الله این مال ها را میاره برای من. ولی کسی میاره بهترین چیزا به من میفروشه، ارزان قیمتا بالا رفتن، من شدم ثروتمند، بهترین ثروت. من هیچ زحمتی نکشیده، من هم اندازه هم که هیچ زحمتی برای مال نکشیده، این فقط نشسته صندلی و دفتر داره و بهترین مال ها را به او فروختن و این الله هست که به هر کسی. البته دنیا هم باید ما تلاش کنیم برای روزی حلال و هم برای آخرت تلاش کنیم. همه چیز با مجاهده است، والا یکی با مجاهده کمتر، یکی با بیشتر. الله روزی عنایت بکنه هر چی که بخواد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اینجا عرض کردی که پناهندگی آخرت بیشتر به اون چیزی که به البته بعد عرض خواهم کرد که این هر دو تا پناهندگی به نظر ما هم شامل دین و هم شامل دونه. چرا که آدم که جادو باشه، سحر باشه، مریض باشه یا ضررهای دنیوی باشه، به دینش هم اثر منفی میگذاره. آدم که مریض باشه سحر نمیتونه بلند بشه، نماز نشسته میخوانه، تسبیح و ذکر نمیتونه، به درداش مشغول بشه. و آدم که به ضرر دنیایی گرفتار، دینی گرفتار باشه، هم دنیاش متضرر میشه. و به هر حال این پناهندگی از برای دین و پناهندگی آخرت برای آخرت هست و لحاظا این فرق میکنه با اون پناهندگی ولی یک سری تفاوتی داره. قل اعوذ برب الناس، پناه جوینده اینجا حضرت رسول بود و تا قیامت هر کسی از من آیات تلاوت میکنه معنی به خدا پناهندگی میگیره. اعوذ مستعیذ برب الناس، مستعاذ به و پناه میجویم به رب مردم. اینجا هم رب لفظ و توجیهش خدمت شما عرض شد، به رب مردم پناه میگیره و ملک مردم، پادشاه مردم، مراد پادشاه حقیقی که الله و اله الناس، به معبود مردم. اینجا سه تا شده، اونجا رب سب پناه خواستیم، اما اینجا به رب الناس، ملک الناس پادشاه مردمه و اله الناس معبود مردمه، رب مردمه، مربی مردمه. سه تا صفات الله تعالی ذکر، سه تا نام آمده. اونجا یک نام بود رب الفلق، اینجا سه تا نام از نامهای صفاتی الله و از اسماء حسنای پروردگار. و حکمتش اینه که توی دعای نقطه که اینجا قرآن به ما آموزش میده، باید نام را از الله تعالی ببریم که رحمت الهی را بیشتر تعریف کنه. اینجا رب پناه جوینده میگه که ای الله تو رب منی و مربی منی و من تحت پرورش تو هم و کار پرورش دهنده آنه که مربوب شا، اونی که تو پرورش داره نگاه کنه، ببینه و او را نجات بده از گرگها که معنویت اونجا گرگها بودن که دنیای انسان پاره می کردن، جسم آدم منافع مادی را، اینجا منافع معنوی را و دین را پاره می کنن. به رب الناس، پروردگار تو که رب الناسی، من به تو پناه می جویم و پادشاه مردمی. تا پادشاه و حاکم از وظایفش آنه که ملت و رعیت خود را حفاظت کنه، نگذاره که دشمن اینها را بزنه. شما الان میبینید که آقای پلیس توی سطح شهر هر جا آماده باشند که کسی به کسی تعرض نکنه، به مال مردم، به ابروی مردم، به جان و ناموس مردم. لازم این کار حاکمه. امنیت کار حاکم هست که امنیت برای رعیت فراهم بکنه، امن باشه، از دشمن نه هراسه. و لحظه اینجا ملک گفته شده است تا تحریک کنه رحمت پروردگار را به این که نجات بده از شر شیاطین که داره میاد. اله معبود هم مردم دنیا هر کسی را معبود میگیرند و عبادت میکنند برای اینکه مرا از مضرات نجات بده. بسیاری میگن که این غیر خدا که عبادت میکنن، میگن فرزند میدن، کور شفا میدن و نمیدانم فلان میکنند و فلان میکنند، در حالی که هیچی نمیکنند. غیر از الله دیگه دست هیچ کسی ضرر و نفع نیست. قل لا املک لنفسی ضرر ولا نفع. حضرت رسول الله فرموده تو بگو من مالک نیستم برای خودم نفع و ضرر را. حضرت رسول مالک نفع و ضررش نیست، تا برسه به دیگران حسابشون مشخصه. مالک نفع و ضرر الله و همه چیز در دست پروردگار است. روی اینجا اله آورده که پروردگار تو معبودی و ما تو را عبادت میکنیم. از این دشمنان
که دین ما را پاره بکنن و معنویت ما را تباه کنن، ما را نجات بده. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، معبود من و من شر این همه ملک الناس و اله رب مستعاذ بها و شر الوسواس مستعاذ منه، ما منه الاستعاذه. از شر چه ما را نجات بده؟ اونجا بود از شر مخلوقات، شر شب که تاریکی پرا بگیره و شر جادوگران و شر حاسد وقتی حسد بکنه. اینجا می فرماید از شر وسواس. وسواس به معنی اونی که وسوسه می اندازه. وسواس شیطانه. وسواس این به شیطان برای آن اطلاق میشه که از بس که کارش وسوسه، لحاظا خودش را هم وسواس نامیدن. وسواس مصدره به معنی وسوسه اندازنده و انداختن وسوسه، و لحاظا این شیطان انقدر وسوسه می اندازد و خلاصه میشه کار شیطان در وسوسه که خودش وسوسه. معلوم میشه که شیطان تنها عملی که انجام میده در مقابل ما وسوسه، از طریق وسوسه میاد، وسوسه گناه میاندازه، از نیکی شما را منصرف میکنه. شما میخواید برای جماعت تبلیغ چارمای تشکیل بده، آقا شیطان وارد، شما اسم نوشتید او میاد وارد میشه، میگه آقا شما رفتید مغازه شما بیمانه، کار شما تعطیل میشه، زن و بچه شما چه میشه، وسوسه میانده تا شما را منصرف میکنه. حج میخواید بری، وسوسه میاندازه که تو فلان کار داری، امسال لازم نیست سال دیگه برو، از کار خیر. مسجد میخواید کمک بکن، و چه بسا انسان ها اینجا توی مسجد وعده کردن، آمدن مسجد دیدن تحت تحصیل قرار میدن، من 10 میلیون میدم، من 100 میلیون میدم. آقا بعد ما دویدیم و اونها دویدن و ما دستمون نرسیده و فرار کرده. این شیطان لعین نمیگذاره. گاهی آدم در یک فضای قرار میگیره تحت تاثیر، آقا می نویسه نام من به جهاد بنویسه، میرم فلسطین برای جهاد. بعد شیطان وارد میشه، میگه تو دیوانه ای به جهاد میری، غیر از تو دیگه کسی دیوانه هم هست. تو جهاد میری کشته میشی، بچه هایت چی میشن، فلان چی میشه، از جهاد آدم منصرف میشه. گاهی آدم میخواهد گفته کسی گفته بود یک مرتبه وعده داده بود برای یک مسئله که فلان پول میدم، بعد رفقایش آمدن دیگه همراه، گفت تو که اینقدر پول میخواید بدی، چی نیاز تو اینقدر بده. این شیطان هم این کارا میکنه. آقا میگه 100 میلیون نده، 10 میلیون بده، 5 میلیون بده، دیگه خیره زیاده کار برای شما که نیفتاده. تو نیاز داری مال تو کم میشه. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان شما را از فقر میترسه. شما میخوای 1 میلیون بدی، آقا میگه به 100,000 به 10,000 میگه بده، چه نیازه تو 1 میلیون بدی؟ و این شیطان کارش میره، از ثواب بزرگ میره به ثواب کوچک و وسوسه گناه میاندازه، یا به طور کلی منصرف میکنه از ثواب، و وسوسه گناه میاندازه، وسوسه زنا میاره توی دل، وسوسه قتل میاره. آقا میگه تو توهین کرده، تو را فلان گفته، بشا بکش. این کارش کرده، این ظالمه، این جنایتکاری، مفسده، بزنش. شیطان مفتی شما میشه و رهنما میشه و به گناه وادار، مال مردم بخور، آبروی مردم بریز، به انواع گناه. شیطان توی نماز میاد وسوسه گناه میاد. الله نجات بده شر بشه، وسوسه خطرناک. و لحاظا راه چیه؟ راه مقابلت چیه؟ راهش همینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخونیم، پناهندگی به الله تعالی حاصل بکنیم، وسوسه ها را دفع کنیم از دلمون. گاهی وسوسه می اندازد، فرمودد تا وسوسه می اندازه به اینجا که آقا میگه آسمان که پیدا کرد، زمین که پیدا کرد الله، خورشید که پیدا کرد الله،
دریاها را، کوها را، بعد میگه الله را که پیدا کرد، علم بیا. و لحظه فرمود اینجا که شما رسیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همه چیز الله پیدا کرده و الله او ذات است که پایداره و ماندگاره و نه برو تغییر می آید و نه تحول می آید، نه شریک داره و نه به کسی نیازمندی، بی نیاز. عقل هم همین میگه که آقا باید یه ذاتی باشه که همه چیز را پیدا کرده و اگر ما بگیم او را چه پیدا کرده، او یکی دیگری را که پیدا، این میره به جایی که انتها نداره. لذا فرمود اعوذ بالله بخوانید، گاهی در ذات پروردگار، گاهی در دین اسلام شک میاره در ذهن شما میاندازه. البته وقتی چیزی در حد وسوسه نقصان نداره. بعضی برادران میآید، صحابه میآمد در خدمت حضرت گفتن که ما و شیطان وسوسه های در دل ما میارد که ما دوست داریم که بسوزیم و زغال بشیم، زغال بشه بدن ما، ولی زبان ما این حرف ظاهر نشه. گوش شما این دیدید آن حضرت فرموده چنین وسوسه بود، کوئی علامت عین ایمان. شیطان نمیتونه دیگه ضرر برسونه، میخواد وسوسه بیاره. حالا شیطان هم فعالیت قبلا مردم جنگ میداده، مردم میکشتن یک دیگر را، جنایت میکردن، حالا آمده توی قلب وسوسه میاندازید. تا این اندازه فعالیت شما نگران نباشید و پریشان نباشید، این سوال هم نمیشه. ولی بهترینه که ما اینو دفع کنیم. وسوسه که میآید من شما اعوذ بالله بخونیم، بالله اسم خدا را که ببینید این شیطان خودش فرار میکنه. اما که میگه جن از بسم الله میترسه، جن از نام خدا میترسه، شیطان از نام خدا میترسه. لحظه این وسوسه میاندازه. الخناسه، خناس معنی عقب رونده، خناس معنی مخفی شونده. تا اسم الله را میگیری مخفی میشه، فرار میکنه و به وسوسهش پایان میده. مرد میدان نیست که بیسته، این نامرده و قوی هم نیست. الله اینه ضعیف قرار داده است. این قید الشیطان کان ضعیفا، و ضعیفی اگر توکل بر الله باشه هیچ کاری شیطان نمیتونه بکنه، هیچ غلط شیطان نمیکنه اگر توکل بر الله باشه، مگر چیزی که الله بخواد. خدا استثنائه، چیزی خدا بخواد دو چیز دیگره. ولی اگر همت نباشه، اراده نباشه، توکل بر الله نباشه، پناه بر الله نجویی، شیطان میتونه گمراه بکنه آدم، شیطان میتونه فریب بده، شیطان میتونه به گناه وادار بکنه، شیطان میتونه دین آدم خارج بکنه. و این قید الشیطان کان ضعیف توجیهش همینه که شیطان در مقابل بندگان صالح ضعیفه، در مقابل کسانی که توکل بر الله دارن ضعیف، در مقابل کسانی که وابسته به الله شیطان کاری نمیتونه بکنه و مردوده و این رانده درگاه الله است. من شر الوسواس الخناس، از شر وسواس و خناس مرا نجات بده. و وسواس هم شیطانه، خناس هم شیطانه. الذي يوسوس في صدور الناس، اینجا الذي يوسوس بیان خناسه، اون کسی که وسوسه میاندازد در سینه مردم. شیطان وسوسه را میاندازه کجا؟ در سینه. و سینه مراد قلبه، چون قلب در سینه هست و لحاظا در سینه مردم هم درسته، قلب مردم هم درسته که بگیم شیطان وسوسه را به دل آدم میاندازه. و هم وسوسه گناه، هم وسوسه این که آدم نیک کار نیک انجام نده. من الجنة والناس، من الجنة و بیان الذي يوسوس في صدور الناس، در وسوسه میاندازد در سینه مردم. این از که وسوسه میاندازه، این از چه مخلوقی؟ تعالی وسواس آمده، خناس آمده، یوسوس آمده، این چه موجودی است که وسوسه میاندازه؟ اینجا الله تصریح میکنه که این جن، همین جنای کافران و ابلیس در راس این هست.
و ابلیس الله مهلت داده تا قیامت که این جنها را همین اداره میکنه، همین بالا و پایین میکنه، گروه داره، لشکر داره و جنود ابلیس الله تعالی بعضی جا تعبیر میکنه وجلب علیهم بخیلک و رجلک و شر، میگه سوار و پیادات را شیطان الله میگه بتاز زن بر سر مردم، او میتازه در میان من شما با سوار و پیادات و حمله میکنه و حملش وسوسه جنگ درست میکنه، فتنه درست میکنه شیطان با همین وسوسه. یا جنه هستن و الناس از مردم یعنی شیاطین متشکل این که سینه وسوسه میاندازه، این وسواس هم از جن و هم از انسان. خود جن مشخصه که وسوسه میاندازه در قلب، او را الله تعالی این تصرف داده و این توانایی داده. حدیث است که شیطان به جایی که خون دور میزنه در بدن شما شیطان دور میزنه و شیطان خود را کوچک میکنه، در وجود انسان داخل میشه، شیاطین در بدن انسان داخل میشن. کایینه که جن گرفتگی دارن شیطان داخله، شروع میکنه کسی که اصلا فارسی لبرد نیست به زبان انگلیسی صحبت میکنه، به زبان عربی صحبت میکنه، این همون جنی که صحبت میکنه و اینا کنار دل قرار میگیره، وسوسه میاندازه، از راه دورم میتونه وسوسه بیاندازه. یک سری توانایی های داره و راهش فقط یاد کردن الله. الله شما که یاد کنید این شیطان خود را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او خود را جنت یاد کنید، جهنم یاد کنید، عذاب الله تعالی، الله را یاد کنید. به هر نوعی که شما خدا را یاد بکنید این شیطان را ولی غافل بشید، او شروع میکنه تجریح میکنه. تجریح این پشه را میبینید که نوک داره و میگذاره هر جا خون میمکه، بدن سوراخ میکنه و با این نفس این همینه، این نوکش را میگذاره به قلب، وسوسه تجریح میکنه. از مردم هم هستن. از اینجا معلوم میشد که شیاطین از جن و انسان، شیاطین الجن و الانس. در مقابل انبیاء الله تعالی میگه شیاطین جنی و انسی را من قرار دادم. آئی شیاطین از جن و انس، شیاطین الجن و الانس یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. و لہذا اینا در مقابل آل حق و انبیاء علیهم السلام و مردم هم اینهایی که به هر کسی که شما را به گناه وادار کرد، هر کسی که از راه خیر جلوگیری کرد، این شیطانه و این کار شیطان داره انجام میده. میگه آقا به حج نرو، آقا زکات نده، آقا کار خیر انجام نده، آقا به یتیم ها نرس، آقا به زندانی ها نرس، آقا نرو نماز نخون. چه کار داری که نماز میخوانی؟ مسجد نرو. این همه شیاطین. بله و چقدر الله مرحوم ایک جای می فرماید که بر روی زمین چقدر انسان که ابلیس هم. انسان نیست، ابلیس هم. و لحاظا این انسانی که به گناه وادار بکنه، به زنا وادار بکنه، به قاتل، به ربا، انسانی که به ظلم وادار بکنه، این هم همه شیطان، کار شیطان همینه. هر کسی به نماز شما را وادار کنه، به روزه وادار کنه، به طاعت وادار کنه، این کار انبیاء را انجام داده. چه کار انبیاء دعوت الله، امر بالمعروف، توصیه به دینه. شما را بگه در راه خدا استقامت بکنید، به راه شیطان نرید، گناه نکنید. این عبادت الله و کار انبیاء علیهم السلام. اما هر کسی دیگه به گناه وادار بکنه، به منکرات وادار بکنه، به معاصی وادار بکنه، از راه خیر شما را باز داره، شما را نصیحت بکنه که کار خوب نکن، و لحظه این کار شیطان انجام داده و شیطان همین کار انجام دیده. این نماینده شیطانه
و لحاظا این در مسیر شیطان هست و این شیاطین انسی و بترسید که شیاطین از لباس ما هست و شیاطین از جن هست، من الجنة والناس، از جن. اینجا این سوال مطرحه که انسانات چگونه وسوسه میاندازه. الله وسوسه اونه که توی دل دور بزنه. شیطان که کارش همینه که وسوسه تحریک میکنه، اما انسان ها با همین لفظ ها شما میخواهید اینجا مثلا به رای خیر به یتیم ها فرض کنید 10 میلیون تومان میدید، کسی میاد میگه آقا 10 چرا میدی؟ 1 میلیون بده، 100,000 بده. وسوسه بعد شروع میشه، وسوسه در دل وسوسه میآید و میگه که همین حرفش درسته، چرا 10 میلیون بده؟ 1 میلیون بده بهتره، 500,000 بده. و لحاظا حرفهایی را که انسان ها میزنن وسوسه از اینجا آغاز میشه و وسوسه شروع میشه. و بعض من الناس من فرمود من الجنة و الناس، مراد از ناس نفس انسانیه، نفوس انسان ها ناس. همه ما نفس اماره داریم، یکی شیطانی که وسوسه گناه میاندازه، دیگری که وسوسه گناه میاندازه خود نفس. نفس میگه آدم بکن، نفس میگه فلان بکن، نفس میگه فلان بکن. و لحاظا جنه عمیق جنه هستن و از ناس خود همین نفسه و میتونه خود نفس باشه. همین طور که تفسیره و میتونه هم چون جای دیگه همین فرموده شده که از جن و انسان ها دیگه تصریح در قرآن که شیاطین موجوده. لحاظا این شیاطین جنی هم هست، شیاطین انسی هست، خود نفس هم کار شیطان انجام میده و بدتر از شیطان عمل میکنه. و لحاظا اینجا این فناهندگی 3 تا فناهندگی اینجا بود برای اینکه از شر وسوسه شیطان نجات بگیریم و از شر وسوسه شیاطین جنی و انسی نجات بگیریم. و اینها دین ما را خراب میکنن، آخرت ما را برباد میکنن و برای همین خاطر این پناهندگی باره. لحاظا این 2 تا سوره وقت نازل شدن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن که این 2 تا سوره خیلی متأثر بوده. گفت این 2 تا سوره بی نظیره و فرمودن نه در تورات نه در انجیل و نه در خود قرآن مثل این 2 تا سوره است. و این سوره ها را یعنی حضرت با این جملات بی مثل نامیدن، بسیار بزرگه در نوع خودشون. بالاخره اینها سوره های بزرگی و این سوره ها را وقت آن حضرت تلاوت میکرد، روایت آمده که صبح و شام آن حضرت میخوان و دم میکرد. اما 3 بار صبح بخوانید، 3 بار شام. همین 2 تا سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ولی اگر قل هو الله را همراه بکنید خیلی خوب میشه. آیه کرسی را همراه بکنید بسیار خوبتر میشه. و چون اینها هم آیه کرسی در رابطه با جادو اینها تاثیرات داره. و سوره اخلاص هم یک سری اثرات الله تعالی در آیه مختلف اثرات مختلف گذاشته است. لحاظا اگه اینها را بخونید و صبح 3 بار دم بکنید، شام هم 3 بار، سر رخت خواب که میخوابید هم بخوانید 3 بار و خود را دم بکنید. و اگر بعد هر نماز شما خود را دم بکنید، بخوانید، دم بکنید، انشاءالله جادوی تو سریع باطل میشه. و اگر جادوی نشده تازه میخوان جادو بکنن، انشاءالله جادو اثر نمیکنه. برای نظر بد خوبان، نظر بد در کسی خورده باشه این سوره ها مایه شفا، چرا که شر ما خلق اینجا. و لحاظا هم الله تعالی نجات عنایت میکنه و هر مریضی، آقا سرطان و سل و هر نوع مریضی که در وجود انسان باشه، برای همه مریضی ها این سوره تاج مبارک بی‌نظیره. این را بخونید و بار بار بخونید و همیشه بخونید، چرا من و شما دارای دشمنیم و دشمنای من و شما کم نیستن، دشمنا زیاده. و بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دعا آمده که این از صبح و شام آدم بخونه، با این هم اضافه بکنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء. و
اینها جالبن، عجیبه. یه واقعه که همین چند سال قبل پیش آمد که پادشاه اردن با هواپیما پرواز کردن و هواپیما را زدن. هواپیما را که زدند، هواپیما فرود اضطراری کرد در فرودگاه و توانست بشینه و پادشاه اردن و مسافران نجات گرفتن، همراهانشون. بعد مصاحبه به پادشاه اردن کرده بودن که این هواپیما که بالا زده شد شما چه احساسی شما را دست داد؟ گفت که من مطمئن بودم که من هیچی نمیشه، چون صبح من همین صبح بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء. اینجا میگه نه چیزی در آسمان ضرر میرسونه، نه چیزی در به نام الله، نه چیزی در آسمان، نه چیزی در زمین. گفت من مطمئن بودم که من هیچی نمیشه، چون من این دعا را خواندم بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. انشاءالله اگه شما اینها را بخونید گلوله هم بریزید و شما برخورد نمیکنه، مگر اینکه اجل بیاید و الله تعالی چیزی بخواهد. خواست خدا از همه چیز استثناء هست. تو معلوم میشه که دعاها هم شامل زمین، شامل آسمان هم است. کسی عزیزی گفت که من تعالی نفهمیدم که لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی، گفت ما در زمینه، حالا زمین ضرر نرسه، ما که در آسمان نیستیم. ولی این واقعه که برای شاه اردن پیش آمد الان متوجه شده که نه، ما باید پناهندگی بجوییم که نه در زمین و نه در آسمان. آسمان پروازه، ما ضرر برخورد نکنیم. لذا ملتی که این قرآن را داره، ملتی که این سوره ها را داره، این سرمایه را داره، این سرمایه بالاتر از سرمایه داران سرمایه های مردم دنیا. چرا ما گرفتار جادو بشیم؟ چرا گرفتار سحر، اثرات سحر بشیم؟ چرا نظری به ما بخوره؟ چرا فلان بشیم و بالاخره سوره ها را بخونیم ولی کوتاهی میکنه؟ اگر با ضرر برخورد میکنیم، مثلا جایی که کوتاهی صحابیه یه دعایی را خواندن، با این دعا را کسی بخونه هیچ ضرری به او برخورد نمیکنه، خودش فلج بود، مفلوج. گفت شما که این دعا را بلدی چرا فلج شدی؟ با همون روزی که من این فلج شده اون روز من فراموش کردم این دعا را بخونم. اعوذ بوجه الله العظیم الذی لیس شیء اعظم منه و بکلمات الله التامة التي لا يجاوزون بر ولا فاجر و باسماء الحسنى ما علمت منهم ما لم و ما لم اعلم من شر ما خلق و زرع و برع. این صحابی کو این دعا را کسی بخونه هیچ مریضی و ضرر و سحر و هیچی بابا. گفت شما چرا؟ گفت من همون روز نخواندم. وقتی که الله تعالی بخواهد یک چیزی قضای بیاید آدم فراموش میکنه. بعضی هستن همه وقت صلاح دارن، مسلحن، همون لحظه که این وقت دشمن نمی آید، او وقتی که دشمن سلاح فراموش کرده دست میبره تا سلاح نیست و زده میشه، از خود دفاع بکنه. اینطوری مسائل به کسره. همه وقت دوا همراهه، هوا همراهه. یک روزی که فراموش میکنه درد همون روز میاد، نگاه میکنه تو دوای من همراه نیست و این اتفاقات پیش میاد. عزیزان من، این قرآن عظیم الشان بهترین کتاب الله تعالی است و این سرمایه بزرگ است و این معجزه است واقعا بی نظیری، بی مثلی و تاثیر گذاره. و همین برای قرآن بسه که در ماه رمضان که نازل شده ما را به کجا رسونده و شب قدر که نازل شده از شب قدر را به کجا رسونده است. و یک شب بهتر از 1000 ماه. این تاثیر این قرآن اگر در زندگی ما باشه، زندگی ما سرسبز میشه، هدایت میشیم و به الله تعالی میرسیم. دنیای ما آباد میشه، آخرت ما آباد میشه. جا داره که بنده تشکر کنم از جناب مولانا بدری حفظه الله و همه ما در حقشان دعای خیر کنیم. واقعا این درس قرآن سنگینه در ماه رمضان و ما همینطور که قرآن درس ندادیم با تشنه میشیم، مردم تشنه میشن و ایشون صبح تا شام این درس داده. الحمدلله الله تعالی قبول بکنه. شب هم نماز میخونه اینجا و لحظه همه
اینها توفیقات الهیه که هم بیشون داده و به شما عزیزانی که از جلسات قرآن و درس قرآن و نمازها بهره میگیرید و استفاده میکنید. همه اینها رحمت پروردگاره و عنایت خدا هست به کسی که درس قرآن بشنود و الحمدلله درسشون بسیار درس ممتازی است و درس بسیار خوبی است و هم تفهیمشون الحمدلله خوبه و هم افهام و تفهیم دو چیزه. یکی آدم خودش بفهمه مطلب دوست، دوم به دیگران منتقل کنه. بعضی میفهمند در انتقال به دیگران مشکل داره و بعضی افهام داره ولی خود فهمشون مشکل داره. الحمدلله الله تعالی بهشون هر دو نعمت داده، هم فهم و درک صحیح معنای قرآن و تفسیر قرآن و هم زحمت میکشه و هم تفهیم قرآن که الحمدلله درسشون خوب روشنه و هر کسی سر درسشون بیاد انشاءالله درسش به اندازه توانایی خود بهره میگیره. الله تعالی توفیق عنایت کند و موفق بداره. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض رب العرش الكريم، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد، درود شريف بخوري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروردگارا ربا از ذات یگانه و عظیم تو و ذات بزرگ درخواست داریم که به اندازه مداد کلماتت و به اندازه عدد مخلوقاتت بالاترین درود و بهترین رحمت و صلات و سلام را نثار روح و جسم اطهر رحمت للعالمین بگردان. او ذات که هرچه خیر تو عنایت کردی به واسطه رحمت للعالمین عنایت کردی. پروردگارا کسی که همه چیز را، آسایشش را، راحتش را و راحت و آسایش دوستان و زن و فرزندش را برای ما قربان کرد، برای ما فدا کرد، در مقابل دشمنان جنگید و ایستاد که نور خدا را خاموش نکنند و دین خدا را از بین میخواستند ببرند نبرند و سینه را سفر کرد و جان را سفر کرد و قطع خورد، اما این امانتا به ما رسوند و به جانیان رسوند و این قرآن عظیم و شان و دین اسلام با مجاهده حضرت
و یاران صدیق و باوفا و فرزندان و ازواج مطهرات و اولاد پاک آن حضرت صلی الله علیه وسلم به ما منتقل شده. پروردگارا رب بهترین پاداشی که از یک امت تو به نبی امت عنایت کردی از جانب ما به رحمت للعالمین، به صحابه کرام و به آل بیت اعظام و به همه ارادتمندان آن حضرت و خدمت گزاران دینش تا قیامت نازل فرما. پروردگارا ربا الها رحمتای خاصت را درای رحمت خاص را بر ما بکشا. ما بندگان آلودو، ما بندگان نیازمند، ما بندگانی که زندگی من را در گناه به سر برده ایم و عمرمون را تلف کرده ایم و سرمایه زندگی بخش بزرگش از دست ما رفته، بالله و لعب گذراریدیم هم اکنون پشیمانیم هم اکنون نادیم و اکنون خود را به برگاه تو ملامت میکنیم. ما ملامتیم، سربلند نیستیم به برگاه تو ولی سرافکنده و خجلیم، شرمنده احسانات تو، شرمنده لطف و خوبیای تو. پروردگارا ربا مرا دریاب عفو گناه زندگی ما را مورد قرار بده. تو ربی و ما بندگان توی. ما نخواستیم و نگفتیم که تو ما را خلق کن، اما تو با فضل و لطف است خود ما را وجود عنایت کردی. لطف تو شامل حال ما شد و نظر رحمت تو شامل حال ما شد که ما به صورت انسان به دنیا بیاییم. پروردگارا درخواست داریم به لطف بالاتر تو و نظر رحمت وسیع‌تر که عفو همه ماست و آزادی از آتش جهنم و آزادی از عذاب دنیا و آخرت. پروردگارا توانایی قهر تو را نداره، قدرت عذاب تو را نداره. خدایا ربا اله بدبخترین انسان ماله، بدبخترین انسان ماله که خدا زده باشه خدا او را بزنه. این پروردگار مهربان با این رحمت وسیعش پروردگارا ما توانایی و تحمل عذاب تو را نداریم، ما مغفرت تو را درخواست داریم و رحمت تو را درخواست داریم. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإكرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والإكرام. پروردگارا همه گناههای زندگی ما را ببخش، ما را پاک بگردان در ماه رمضان و صاف بگردان از همه گناه ها. پروردگارا مانند کسی بگردان که تازه از مادر متولد شده و از گناه پاک چلا ما را پاک بگردان. پروردگارا ربا اله ما را عاقبت ما را بخیر بگردان.
इला रब्बा बराए मा जन्नत फिरदौस रब्बिल अवीस। परवरदिगारा रब्बा इला दराए रहमत खास रब्बा वमरल अज़ाब आयत दुनिया व आखिरत अज़ ग़ज़ब नाराज़गियत दुनिया व आखिरत अज़ ज़रर आयत दुनिया व आखिरत पर निजात इनायत फरमा। इस्तिक़ामत पर शरीअत व खातिमा ब ईमान नसीब मावेगा। परवरदिगारा रब्बा मारा व मिल्लत मारा व मर्दुम मारा हिदायत बेदे। मारा पायबंद शरीयत इस्लाम पायबंद सुन्नत वसीरत तय्यबयान हज़रत मारा पायबंद बिगर्दान इलाहुल आलमीन। मारा दीनदारो मुतदय्यन बिगर्दान मारा बेदर्जे कामिल ईमान बेरसान व मुसलमान व गई व बरहक के मन बिगर्दान। परवरदिगार इत्ताअत ये शिकस्ता इलाहुल आलमीन में बारगाह खुदा कबूल में फरमा। इन इबादत आओ अमल ला चीज मारा बेबारगाह मकबूल बिदार व बुजुर्ग बिगर्दान इलाहुल आलमीन। परवरदिगारा रब्बा इंजामत एक अजीज़ान कशीदान मुजाहिदा करदान इनारा कबूल में फरमा। व जमी कसानी के दर्राए दीन तो मुजाहिदा भी कुरान मकबूल बिदार। परवरदिगारा रब्बा कसानी के दर्राए तो इस्तादल नुसरत यारी शौक में फरमा। कसानी के दीन तो बराए दीन तो बेहर लिबास खिदमत भी कुरान माल मीदान या जान मीदान बेबारगाह खुदा मकबूल बिदार। परवरदिगार शराइत तगयीर बिदे हालात आवाज बकन बे हालात बेहतर वाह मुश्किलात हल बे फरमा व रहमत भी आवार आसानी भी आवार रोजी हलाल इनायत फरमा वासे व काफी व दीन कामिल इनायत फरमा। परवरदिगार रूह बुलंद हजरत मौलाना अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह दर बेहतरीन रहमत जा इनायत फरमा। इन खैरातो इन बरकत हम पर बिगर्दन बिज़हमत आए हजरत मौलाना व रहनुमाई आए हजरत मौलाना रहमहुल्लाह। परवरदिगार इन उस्ताद मोहसिन रा दर बेहतरीन रहमत करार दे व दर्जत हमें उलमाए मारा हज़रत मौलाना खुदा नज़र हज़रत मौलाना अहमद हज़रत मौलाना यार मोहम्मद हज़रत मौलाना अब्दुल मलिक हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद व हज़रत मौलाना नियामतुल्लाह व हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम हसन आबादी व तमामी असातीज़े कि शायद दर ज़हन मन नहीं आमदन। परवरदिगार हमें असातीज़े नहुज़रा हम उलमाए शाहरे ज़ाहिदान रा हमें रिश्तफ़ीदानो मुक़्तमिदीनो नीकानो आनाने के बराए दीन खिदमत करदन आनाने के बराए दीन जान दादन। परवरदिगारा दरजात हमारा बुलंद में फरमा। परवरदिगारा रूह बुलंद हज़रत जाज़रवी रहमतुल्लाह ताला कि उस्ताद हमें मुनहसर खुसूसन कुरान व हदीस व इन उस्ताद बुजुर्गवार व सायर असातीज़ मारा कसारी के बरमा एहसान दास्तान व अलान दर्स तफसीर बितरीक़ ईशान रविश ईशान मिशवाद व परवरदिगारा दरजात अज़ीज़ बुलंद फरमा बेहतरीन रहमत जा इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन जमी बंदगान तरा हमें मुक्तदियान मस्जिद कि इनके बसियार खिदमत करदा दो आलन रफ्तान। परवरदिगार इन्हारा दर बेहतरीन रहमत जा इनायत फरमा। दरजात हमारा बुलंद फरमा अरवाह हमारा शादमान बिगर्दा कसारी की भी मस्जिद को मक करदा भी मदरसा को मक करदा मी कुलंदर माल जान इन्हा बरकत इनायत फरमा। फर्जंदान उन्हें हिदायत में दे व इलाहुल आलमीन खुद शुम्रा अल्लाह हिदायत इनायत फरमा व अवज़ दर दुनिया व आखिरत में दे व जमी कसारी की भी मदारिस दीनी को मक भी कुना बेयतीम हाओ जिंदानी हाओ खानवादे जिंदानी व मुस्तमंदान ज़कात अमवाल शुन रमीदियान। परवरदिगार जज़ाए खैर शो इनायत फरमा व तौफीक शो इनायत फरमा व अक़बत बखैर फरमा। मरीज़ाना शफा दे व इलाहुल आलमीन जिंदानी हर वसीले आज़ादी व तौबा फराहम को मुश्किलात व हाजात हमारा बराबर दे फरमा।
गिरफ्तारियाँ हमारा रब फरमा, परेशानियाँ हमारा बरतरफ फरमा, वहाजात हमारा बराबर देखो। परवरदिगार आक़िबत हमें हमारा बखैर फरमा, ज़हमत अज़ीज़ान हमारा कबूल कौन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि। نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.